سلام و وقت بخیر. امریکا و روسیه در مورد پروسه صلح افغانستان صحبت کردند. رسانه‌های روسی گفته است سرگئی لاوروف و انتونی بلینکن بر تسریع روند صلح افغانستان تاکید کردند. امنیت ملی در نقاط مختلف شهر کابل یک گروه خطرناک داعشیان را بازداشت کرده است. مقامات گفتند این گروه 7 نفری در اعترافاتشان مسئولیت 51 حمله را گرفتند. چین حمایتش را از تطبیق پروژه‌های اقتصادی و زیربنایی در افغانستان اعلام کرده است. سفیر چین در کابل گفته است کشورش از تطبیق پروژه‌های اقتصادی و ساختار زیربنایی افغانستان حمایت می‌کند. ماه گذشته از طریق دهلیزهای هوایی به ارزش 11 میلیون دلار تحویلات افغانی به خارج از کشور صادر شده است. در افغانستان بانک گفته است تحویلات نباتی، میوه خشک و زعفران به ارزش 11 میلیون افغانی به هند، امارات عربی، چین، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، عربستان سعودی و ترکیه صادر شده است. و در سال جاری 424,000 مهاجر افغان به کشور عودت کردند. سازمان جهانی مهاجرین میگویند بیشتر این مهاجرین از ایران به کشورشان عودت کردند.